سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من ترانه هستم. خیلی به این ویدیو خوش اومدی. قراره که امروز یک لایف استایل متفاوت بهت نشون بدم و بهت نشون بدم که یک روز عادی برای من چجوری میگذره و چه کاری انجام میدم. بریم با هم دیگه ببینیم. خب بچه‌ها ببینید، من کلا در طول روز سعی میکنم اینجوری باشه که حتی شده یه هدف خیلی کوچیکم در نظر بگیرم و اون روز تمرکزم بذارم روی اون هدف و تیکش بزنم و اینکه سعی میکنم کلا تا جایی که میتونم اینجوری باشه که روزمو با بسالت نگذرونم و یک هدف مشخصی داشته باشم و سعی کنم که در حال انجام یک فعالیتی باشم. حالا اون کاری که مثلا قرار انجام بدم باعث بشه که زندگی منو بهتر بکنه و من حالم بهتر باشه، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی. کلا زندگی منو توسعه بده، ارتقا بده. و اینکه شما اکثر کسایی که این ویدیو رو میبینید مطمئنم که در طول روز برنامه‌ریزی ندارین و اینکه خیلی فی‌البداهه کاراتون رو انجام میدین و روی روتین خاصی پیش نمیرین. و واسه اینم هستش که اکثر اوقات زود خسته میشین، زود انگیزتون از دست میدین و اینکه حتی پیش خودتون فکر میکنین که هدف ندارید و حتی کاری برای انجام دادن ندارید و حس میکنین که کلا خیلی افسرده و ناامید هستید. بچه‌ها راجع به ناامیدی و این افسردگی و بی‌انگیزگی بگم، این چیزی هستش که خب خیلی از انسان‌ها تجربهش میکنن و حداقل هر کسی میتونم بگم توی هر موقعیتی که باشه این قضیه تجربه میکنه. خب این قضیه فرق میکنه با اینکه شما مثلا خودخواسته باشه واقعا هیچ کاری انجام ندین برای این قضیه، مثلا نیایید برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید، هدفتون رو مشخص بکنید، یا اینکه نه عمدی باشه در واقع، یا اینکه نه کلا بیایید برای خودتون حالا برنامه‌ریزی داشته باشید. ولی خب در طول روز به هر حال خب ما انسان هستیم، ربات که نیستیم. در طول روز با اتفاقاتی مواجه میشیم که ممکنه ما رو خسته بکنه، یه خورده ناامید بکنه و تمام اینها طبیعی هستش. اما میتونیم باز هم با راهکارهایی این اتفاق رو بهتر بکنیم و رو به رشد ببریم تا اینکه هی وسیع‌تر بکنیم این ناامیدیه رو و باعث دوباره بدتر شدن حالمون بشه. خیلی کوتاه یه چیزی از خودم بگم بچه‌ها. من حالا شاید از نظر شما خیلی دستاورد بزرگی نداشته باشم، خب اما وقتی خودم رو با مثلا چند سال پیشم مقایسه میکنم میبینم که چقدر این برنامه‌ریزی و هدف داشتن تو زندگی من تاثیر داشته. من خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم، تو مثلا چند سال پیش، مثلا 5-6 سال پیش که مثلا من 13-14 سالم بود، هیچ هدفی نداشتم، هیچ انگیزه‌ای نداشتم، هیچ کاری نبودش که تو مخم باشه انجام بدم و کلا در طول روز واقعا هر کاری که مثلا همینجوری تو ذهنم میومد انجام میدادم و برای همین بودش که من مدت میشه گفت طولانی اصلا حال روحی خوب نبود. اون موقع قرنطینه‌ام بود و کلا شرایط حالا این نبودش که خیلی هم بیرون برم مثلا حالم عوض بشه و کلا خیلی ناجور و بدجور تونستم این حال بده و افسردگی رو تجربه بکنم. اما واقعا نمیدونم چی شد این اتفاقه رو، اینجوری نیستش که باز جزئیات یادم باشه ولی یک نوری مثل نور خدا میبینم، یه معجزه‌ای تو زندگی من شد که کلا میگم ریز به ریز یادم نیست بهتون بگم مثلا فلان اتفاق افتاد، ولی من کلا مسیرم عوض شد، با برنامه شدم، با انگیزه شدم، با هدف شدم. اینجوری که کلا مثلا یه روز برنامه نداشته باشم کلا نمیتونم دووم بیارم و حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشم و اینو بهتون 100% پیشنهاد میدم. بچه‌ها من چند تا کار هستش که مدت زیادی انجام میدم، چند سالی میشه که انجام میدم و واقعا تاثیرش رو دیدم. اولیش برنامه‌ریزی هستش که بهتون گفتم خیلی ساده آغاز شد، یعنی با دیدن یک سری ویدیوها سعی کردم انجام بدم. اوایل برای من خیلی سخت بود، گفتم خب یعنی چی، خیلی مسخره است. بعداً انقدر عادت کردم و دیدم انقدر خوبه که اصلا بدون برنامه‌ریزی نمیتونم کاری بکنم. مورد بعدی شکرگزاریه که میگم همه تاثیرش رو شنیدن که چقدر خوبه و من الان چند سالی میشه، بودن 2 سال خورده‌ای میشه که به نظرم دارم انجام میدم شکرگزاری. تا الان واقعا به نظر من به خاطر همین شکرگزاری بوده که سرپا هستم و خیلی کارا رو ادامه دادم
از خیلی چیزا ناامید نشدم و حتی اتفاقاتی که حالا ریزا درشتی که تو زندگیم افتاده هم اتفاقات مثبت از همین سر شکرگزاری بوده. مدیتیشن چیزی که اصلا کلا معجزه است، یعنی همه چی یه طرف، مدیتیشن یه طرف. انقدر که خفنه و واقعا وارد دنیای مدیتیشن شدن خودش یه جوری قشنگ معجزه وارد زندگیت میکنه که تاثیرش رو میبینی همون لحظه. و مورد بعدی هم ورزشه که اصلا هم روحی بهت کمک میکنه، هم از نظر جسمی واقعا خیلی بهت اعتماد به نفس میده، روحیت خوب میکنه. مثلا اگه با اندامت حال نمیکنی، خب این مثلا ورزش کردن خیلی بهت کمک میکنه که به اندام دلخواهت برسی، یا کلا انگیزه بهت میده دیگه، از خیلی از چیزای روحی تو رو نجات میده و خیلی واقعا خوبه. من حتی تو شرایط بد هم که حالا شرایط نداشتم برم باشگاه یا اصلا هر چیزی، سعی کردم ورزش رو ادامه بدم، حتی قدم‌های کوچیک، و اگه ول می‌کردن دیگه نمیتونستم ادامه بدم، میگفتم که خب ولش کن، میدونید بیخیالش میشم یه جوری. ولی حتی تو سخت این شرایط هم ول نکردم این قضیه رو و الان میشه که یه سال اینا میشه که به صورت جدی دارم کار میکنم ورزش رو. جدای از اینا جدای از حالا این کاری که روتین هر روزم هست انجام میدم، این چیزی که قبلی که گفتم روتین هر روزم هست که هر روز حتما باید انجام بشه. کاری که انجام میدم و پیشنهاد میکنم که حالا یه جوری برای شما هم ایده میشه، برای کسایی که تازه میخوان مثلا برنامه‌ریزی کنن یه جوری ایده میشه که این کار رو انجام بدن. زبان خوندن یکی از چیزایی هستش که خیلی وقت اضافه کردم به لیست برنامه ریزیم و واقعا الان زبان خیلی مهمه. حالا تایمی که مدرسه میرفتم درس، الان که کلا درسم تموم شده دیگه درس نمیخونم و اینو ندارم، به جاش کتاب میخونم و پادکست گوش میدم. واقعا مفید. یک مهارت رو یاد بگیرید و اونو انجامش بدید. این چیزی هستش که میتونید به چک لیست اون در واقع برنامه‌ریزیتون اضافه بکنید. مثل خوانندگی میتونه باشه، تمرین صدا میتونه باشه، نقاشی میتونه باشه، یادگیری یوتیوب میتونه باشه. من خودم خیلی از مهارت‌ها رو یاد گرفتم و حالا بعضیش رو علاقه داشتم ادامه میدم، مثل زبان و یوتیوب، ادمین اینستاگرام، اینجور چیزا رو خیلی علاقه پیدا کردم، ادیت و پیش رفتم. ولی یه چیزایی مثل نقاشی آموزشش رو دیدم ولی اجازه بعد دیدم که اصلا علاقه ای ندارم و بیشتر داره اذیتم میکنه تا اینکه بهم آرامش بده. کار کردن روی توسعه فردی یه چیزی هستش که سعی میکنم توی چک لیست روزانم داشته باشم. حالا لازم نیستش که اینا رو در طول روز همش رو انجام بدین. خب حدودا مثلا 3 تا 5 تا کار انجام بدین در طول روز کافی هستش. حالا اگه شما موافق بودین یه دونه ویدیو کامل میذارم و فقط راجع به این که چجوری برنامه‌ریزی بکنیم و چجوری دفترش رو درست بکنیم، راجع به اینا کامل بهتون توضیح میدم. ولی بخوام موضوع بهتون برسونم، شما باید ببینید که اول از همه هدفتون چیه و طبق اون هدفی که دارید برنامه‌ریزی بکنید. به عنوان مثال اگه هدفت این هستش که مدل بشی، وارد مدلینگ بشی، خب این کاری که داری و تو ذهنت هست هدفت تبدیلش میکنی به برنامه‌ریزی کوچیک. مثلا اول میری ورزش میکنی تا به اندام دلخواهت برسی، روی چهرهت کار میکنی، روی پوستت کار میکنی. تمام اینها میشه یه نوع برنامه‌ریزی برای اون هدف بزرگی که توی ذهنت داری و خیلی راحت میتونی بهشون دست پیدا بکنی. کلا بچه‌ها برنامه‌ریزی واقعا خوبه. یعنی اگه تو ذهنت بیکار بمونه میره سمت چیزایی که واقعا مضر برات و مخرب هستش، مثل فکر کردن بیش از حد که واقعا من اینو هنوزم دارم اما تونستم با برنامه‌ریزی مدیریتش بکنم. اگه این برنامه‌ریزی نبود واقعا نمیدونستم الان کجا بودم، چون من ذهنم خیلی اوورتینک میکنه و اینجوری هم که باید حتما یه کاری انجام بدم. و کلا شما کاری باید انجام بدین که اون لحظه حالتون باهاش خوب باشه. میگم برنامه‌ریزی چون میگم برنامه‌ریزی باید در راستای اون هدف اصلیت باشه دیگه. وقتی هدف اصلیت رو دوست داری براش برنامه‌ریزی میکنی، اون برنامه‌ریزی هم خب در راه رسیدن به اون هدفی که عاشقشی خب خیلی لذت بخشه. ولی باز هم میگم باید شما تو اون لحظه که دارین اون کار انجام میدین حالتون خوب باشه، وگرنه اصلا نرین سراغش. منم مثلا به عنوان مثال کار یوتیوبی که انجام میدم، درسته که الان درآمدی واقعا
واقعا ندارم از یوتیوب و فقط واسه حال خوب خودمه. من واقعا انرژی میگیرم، واقعا انگیزه میگیرم، واقعا حالمو خوب میکنه این ویدیو ضبط کردن یا حتی فعالیت تیک تاک، اینستاگرام. هر کامنتی که میگیرم، نظری که میگیرم، برای من خب پولی نمیاد، سودی اونقدر نداره، ولی کلا از نظر روحی حالمو خوب میکنه و شما کاری باید انجام بدین که اونجا قلبتون شاد باشه و بخرید. شما حالا اگه اوایل کار هستین، یعنی اینجوری نیستش مثلا تا حالا برنامه‌ریزی کرده باشین، میتونین با قدم‌های خیلی کوچیک شروع بکنین و اینکه چجوری شروع بکنین، چیکار بکنین، من توی چنلم توی این مسیر کنارتون هستم. ازتون میخوام اگه از این ویدیو خوشتون اومد چنلمو سابسکرایب بکنین. خیلی عاشقتونم. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم و در راه رسیدن به هدفی که دارید، اهدافی که دارید و رویایی که دارید تونسته باشم یک قدم کوچیک شما رو نزدیکتر کرده باشم به اون هدفتون. خیلی